حالا میخوایم با هم دیگه برای سایتمون، این الان سایت ماست، اولا اینکه میخوایم این صفحه اصلیشو کلا عوض کنیم، یه صفحه دیگه بذاریم، بعد هدر ایجاد کنیم و فوتر. این کاریه که الان میخوایم با هم دیگه انجام بدیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، اولا اینکه من یه دونه برگه باید درست کنم تو همه برگه به نام صفحه اصلی. میام افزودن برگه رو میزنم، منتظر میشم که اینجا اسم برگم رو مینویسم صفحه اصلی. خب همین کفایت میکنه. انتشار رو میزنم و تمام. حالا میتونم بشینم اینو ویرایشم بکنم، ولی من فعلا با این ویرایشش کاری ندارم. ببینید الان میخوایم ببینیم برگمون اضافه شد یا نه. اینجا نگاه کنید، برگه ما اضافه شد. با این دوتا برگم کاری ندارم، چه برگه نمونه چه سیاست های حفظ حریم خصوصی. این دوتا رو میخوام پاکش کنم. انتقال به سطل زباله رو میزنم، اجرا رو میزنم. این صفحه اصلی منه. از حالت پیشنمایشم درش میارم، اینجا میذارم حالت منتشر شده باشه. خب این مگه صفحه اصلی من نبود؟ میخوایم با هم دیگه ببینیم صفحه اصلیمون چه تغییری میکنه. حالا کاری که باید بکنم، دوباره باید برم، گفتم بهتون برید تو پیوندهای یکتا یه بار رفرش کنید، ولی قبل از اون میرم تو خواندن، میگم که صفحه نخست من این یک برگه یکتا رو کلیک میکنم، میگم صفحه نخست من صفحه اصلی باشه. خب ذخیره تغییرات. خب تغییرات سیو شد. حالا میام تو پیوندهای یکتا، یه بار این رو باز میکنم، هیچ کاری انجام نمیدم، فقط ذخیره تغییرات میزنم. خب الان سایت من اگر بیام تو خود سایتم رفرش کنم، میبینید که شکلش تغییر کرد کلا. چرا؟ چون صفحه اصلی من اونی شد که من ساختم، ولی خب من چون توش هیچی نساختم، هیچ کانتینری نیاوردم، هدری ندارم، فوتری ندارم، هیچی نمایش داده نمیشه. حالا میریم با هم دیگه یه دونه اول هدر درست کنیم. برای اینکه هدر درست کنیم ما باید بیایم تو قالب ها. میام تو قالب های ذخیره شده، راست کلیک میکنم، تو یه دونه برگه جدید اینو باز میکنم. خب از اینجا من باید بیام یه دونه هدر درست کنم، ولی قبل از اینکه این کارو بکنم باز یه کار دیگه هم باید انجام بدم. اون کار چیه؟ اون کار اینه که میرم تو نمایش، تو فهرست ها، گفتم اگر قالب هلو رو نصب کرده باشی و فعالش کرده باشی این فهرست ها میاد. فعالش نکرده باشی باید بری نصبش کنی از پوستا، فعالش هم بکنی تا این دیده شه. من این راست کلیک میکنم و توی زبان جدید این اضافه میکنم. معمولا یه سایت باید دو جور قالب داره، دو جور فهرست داشته باشه. یه دونه فهرست مربوط به سایت، یعنی منوی سایت، یه دونه منوی مثلا موبایلی داشته باشه. ما یه دونه منوی سایت فعلا میزنم، منوی سایت. خب ایجادو که من بزنم، اینجا الان فعلا خاموشه. وقتی ایجاد صورت بگیره اینجا فعال میشه، میتونم اضافه کنم. خب من میخوام به این فهرستم چه چیزایی اضافه کنم. یه صفحه نخست میخوام اضافه کنم، افزودن به فهرست رو میزنم. نگاه کنید صفحه نخست ایجاد شد. یه سری هم میخوام فعلا هیچی ندارم چون یه صفحه بیشتر ندارم، یه سری هم میخوام دل بخواه اضافه کنم، جاشو خالی بذارم تا بعدن. پیوندهای دلخواه رو میزنم، علامت شارپ رو میزنم به جای نشانی، چون فعلا هیچ نشانی ازش ندارم. می‌نویسم وبلاگ، افزودن به فهرست، بعد می‌نویسم درباره ما، افزودن به فهرست و تماس با ما، افزودن به فهرست. چرا این کار رو اول انجام دادم؟ برای اینکه وقتی میخوام هدر رو طراحی کنم از این بخش بدونید که دقیقاً
منظور از منو چیه؟ خب این ذخیره فهرست رو که بزنم، من یه فهرستی دارم به اسم منوی سایت که 4 تا آیتم داره. تمام شد کارم دیگه، با این کاری ندارم. میذارم میبندمش، میام تو قالب های ذخیره شد. میخوام هدر تعریف کنم، می‌نویسم این بالا افزودن قالب جدید رو کلیک میکنم، میگم میخوام سربرگ یا هدر طراحی کنم. اسمشو میذارم، می‌نویسم هدر. من میتونم چندین هدر داشته باشم، ولی یه دونه هدر کلی سایت باید داشته باشم. هدر سایت، ایجاد قالب رو میزنم. خب منتظر میشم قالبم ساخته شه، میرم تو حالت ویرایش با المنتور. خب ما نمیخوایم از پیش‌فرض‌های خود المنتور استفاده کنیم، برای همین منتظر نمیشیم، این زبده رو میزنیم، وارد بخش طراحی میشیم. دقت کنید الان اینجا نوشته هدر سایت. کاری که باید بکنم اینه که اول از همه میام یه کانتینر میارم، فلکس باکس باشه، بعد به این شکل باشه. خب حالا اینو که آوردم، اینو میام از حالت جعبه‌ای میذارم رو حالت تمام عرض، یعنی کل صفحه سایت همون قسمت بالا جای هدر باشه. میام داخل این کانتینرم به صورت عمودی اگه اینجا رو نگاه کنید. 2 تا کانتینر دیگه میارم، افزودن کانتینر جدید، یه دونه دیگه هم اضافه میکنم. 2 تا کانتینر زیر مجموعه داره. خب این کانتینرها رو دیگه حالت افقی میذارم. نه حالت افقی شدن. تو کانتینر اول چیا باید بذارم؟ اول یه پس زمینه به این بدم که قشنگ معلوم شه براتون. رنگ میدم بهش، یه رنگ ملایمی میدم بهش که فقط داشته باشم. حالا اینو از یه تیپ آبی استفاده میکنم که بهتر دیده شه براتون. خب این الان اون بخش. میرم تو کانتینر اول زیر مجموعهش، میام المان میخوام اضافه کنم. اولین چیزی که میخوام اضافه کنم چیه؟ لوگو سایتم. بعد یه لوگویی از قبل تعریف میکردم برای سایتم، یه عکسی باید داشته باشم. خب حالا یه تصویر برای لوگومون تخصیص میدیم. میرم تو دسکتاپ، این مثلا لوگوی سایت من باشه. خب گزینش رو میزنم، این میشه لوگوی سایت من. یه رفرش کنم، خب حالا کار بعدی که باید بکنیم اینه که این زبدر تنظیمات سایت رو میزنم که تنظیمات سایت بسته شه، تو حالت طراحی هدر قرار بگیره. یه لوگو سایت داریم اینجا. خب این رو من اندازش رو کوچیک میکنم، میام میگم که ارتفاعش بشه مثلا حدوداً این اندازه، بعد خودشم راستچین باشه. این فضاشم کوچیک میکنم، مثلا اینو کوچیک کنم، بعد کلا اینو 100% کنم، کامل اینجا رو بگیره. خب در کنار این دیگه چی باید قرار بدم به این؟ مثلا یه دونه جستجو باید اضافه کنم. یه جستجو هم می نویسم. از جستجو 2 جور جستجو داریم بچه ها، حواستون باشه به این نکته. خب اگر دیدی مثلا این جستجوه اونجایی که میخواستی قرار نگرفت، اینو با دستت اینجوری میگیری میاری میکشی اینجا. بعد جاهاش هم اگه دیدی با ترتیبش به هم خورده بود، به همین شکل میتونید این رو میزانش کنید. بعد خود جستجو رو میتونی بکشی بیاری تا این حدودا. کار بعدی که باید بکنی اینه که حالا مثلا یه دکمه ورود یا خروج بذاری. یه دکمه هم حالا قرار میدیم بنا به دلخواه. خب
یه دکمه هم میاریم میذاریم کنارش اینجا. خب جاش بد شد میاریمش پایین تر، یعنی این جستجو رو بیاری بالا، خود به خود اون میره سر جای خودش به این شکل. خب این الان سطر بالا رو ما میزان کردیم. حالا میگیم این سه تا عنصر رو یه جوری مرتبش کن تو کانتینر که ببین فاصله بینابینی از همدیگه فاصله داشته باشن، دو تا طرفین بچسبن به گوشه، اینم وسط قرار بشه. میریم پایینی تو کانتینر بالا دیگه کاری نداریم، یه مقدار میزان کاری داریم و ریزه کاری که خودتون انجام میدیم. میریم تو کانتینر پایینی میخوایم منو بذاریم، میام از المان استفاده میکنم، میگم که منو وردپرس منو رو میگیرم میندازم اینجا. خود به خود نگاه کنیم، منو نیم منو رو از کجا برداره؟ منو سایتی که من ایجاد کردم، اون منو سایتی که با هم ایجاد کردیم و میاره میذاره اینجا. این شد الان هدر من. خب وقتی من اینو انتشار میزنم نکته کلیدی اینجاست، حواست باشه. نگاه کن انتشار میزنم فلش به پایینم بزنم اینجا دوباره داره دیسپلی کاندیشن، یعنی شرط. وقتی انتشار رو برای اولین بار میزنم منو مستقیم میبره به صفحه شرط. اگر ولی مثلا قبلا حالا هر جوری سیو کردم میخوام برم تو منوی شرط، اون فلش به سمت پایین رو میزنم میرم داخلش، میگم اد کاندیشن، یه شرط بذار. این هدره entire سایت، یعنی برای کل سایت اعمال بشه. سیو رو میزنم و میبندم. خب الان ما هدر رو طراحی کردیم، ببینیم این سایتی که اینجا داشتیم صفحه اولش هم اینه، آیا هدرش فعال میشه یا نه؟ سیو شد، بله. F5 رو من اینجا میزنم. نیاز داره، امکان داره یه موقع مثلا یکی دو بار باید این F5 رو بزنی، چون تا بشینه روی حافظه. خب این الان شد هدر من. دقت کنید من الان یه هدر طراحی کردم برای سایت. حالا کار دیگه ای که باید بکنم، یه دونه فوتر باید طراحی کنم. ویرایش هدر رو میبندم، میرم اینجا دوباره تو قالب ها میگم که میخوام یه دونه قالب جدید درست کنم. این سری قالبم چیه آقای هاشمی؟ از سروری که درست کردم، هدر رو درست کردم. من چی میخوام درست کنم؟ فوتر. اگه یه موقع اومدی تو قالب‌های ذخیره شده ندیدی، به اینجا نوشته همه دوتا ولی هیچ اینجا نمیبینی. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی هست که مثلا پنهان شده، همه رو بزنی اونایی که پنهان شده رو بهت نمایش میده. این هدر سایت منه، اینم دیفالت کیت المنتوره، هیچ وقت اینو پاک نکنید. میریم افزودن قالب جدید، این سری میگیم میخوام پاورقی یا فوتر درست کنم، اسمش هم میذارم فوتر سایت. خب ایجاد قالب، طراحی فوتر عین هدره، هیچ فرقی نداره، اون دیگه خودتون انجام میدین. من فقط الان بهتون 3 تا جا میدم، میگم که مثلا این کارو بکنید. باز اینجا ما نیازی به پیشنهادات المنتور نداریم، منتظرش هم نمیشیم. من میخوام یه فوتری طراحی کنم که این فوتر هم 3 بخش باشه یا حتی 4 بخش باشه. میخوام 3 بخشی درست کنم مثل این. پس اون 3 بخشی رو کلیک میکنم. باز اینم میگم تمام عرض باشه. تمام عرضش کردم. اندازه‌اش هم میتونم باز تعریف کنم. تو این اولیه حالا بذار یه پس زمینم باز به این بدیم، استایل میایم بهش. حالا پس زمینه از نوع گرادیان میدیم، میگیم که آقا جان رنگ اولش مثلا این آبیه باشه، همین روشنه باشه، رنگ دومش بیاد روی آبی خط بشه، این حالت. خب اینو من انتخاب کردم. بعد میام توی زیر مجموعهش میگم توی کانتینر سمت راستی، این کانتینر میخوام منو رو قرار بدم، میام المان منو رو ور میدارم میذارم اینجا. ولی دقت کن اونجا بالا تو هدر این رو ما به صورت افقی داشتیم، اینجا میخوام به صورت عمودی باشه، این حالت. تازه میتونم برای این کانتینرم یه شکلی در نظر بگیرم که مثلا یه ذره متفاوت باشه. پس زمینه اینو مثلا بدم تک رنگ باشه، رنگشم
مثلا روشن‌تر باشه، اصلا سفید باشه، یا مثلا حالا به این رنگی باشه. اینا رو عمدی دارم انجام میدم. حالا قواعد طراحی نیست که به این رنگ دراری، ولی برای اینکه متوجه شیم دارم این کارو میکنم. بعد میدم حالا بیا نوعش هم حاشیه‌ش هم برای من 25% گردش کن و یه سایه هم بهش بده. این الان شد مال این بخش. خب این برم میتونم 2-3 تا عکس بذارم به عنوان نشان. مثلا بیام بگم که فکر کن مثلا این نماد گرفتم یا هر چیز دیگه ای گرفتم. خب من میام اینو یکم بزرگترش میکنم که بتونم 2 تا یا اصلا اندازش از اینجا بزرگ میکنم. میام اینجا میگم که به جای 25% باشه مثلا 40%. این حالتی میگیرم اینجا. بعد میام حالا تو این 40% میخوام 2 تا تصویر قرار بدم. میام از المان تصویر استفاده میکنم. خب میارم میندازمش داخل این. حالا اینو میتونم تصویر رو تکثیر هم بکنم. تکثیرش میکنم بشه 2 تا. حالا اینو میگم که به صورت کنار هم بچین 2 تا تصویر رو به این حالت. بعد میام اینجا میگم که تصویر اولم چی باشه، مثلا این نماد باشه. میام بارگذاریش میکنم از اینجا. خب ذخیره میزنم. این نماد منه. بعد میام اینجا تصویر دومم میگم مثلا تصویر من زرین پال باشه. خب این الان 2 تا لوگویی که من باید اینجا میذاشتم. جاشم یکم میتونم تازه بزرگ یا کوچیکشم بکنم. این وسط هم میتونم مثلا تخصیص بدم به یه سری. این قسمت وسط رو به لینک های یه دونه سربرگ بذارم. عنوان نوشته نه یا میسم سربرگ. نگاه میکنم ببینم بعضی وقت ترجمه ها چون ترجمه های درستی نیست تیتر مثلا یه ما میبینید یه جایی ترجمه کردن به نام سربرگ، یه جایی ترجمه کردن مثلا لینک های مهم. میتونم چنین چیزی داشته باشم. بعد این رو مثلا تکثیر کنم یه سری لینک داشته باشم اینجا و دوباره تکثیر. خب مثلا این بزرگ باشه، این یکی ها کوچیکتر. اندازه اینها رو از H2 میذارم رو حالت H3 یا H4 حتی کوچیکتر یا حتی H5. میتونم به این صورت این رو بیام این حالتی بکنم. بعد بهش لینک هم بدم. لینک هم خواستی بدی از اینجا بهش میتونی لینک بدی. مثلا میگم لینک 1 یعنی شما بعدن اون لینک میخوای حالا اسمش رو عوض میکنی. لینک 2 این اتفاقیه که میفته. الان من یه پاورقی هم طراحی کردم تمام شد. اینو باز انتشار میزنم. میگم شرطش چیه؟ تو همه سایت شامل همه صفحات سایت کل سایت بشه. اگه بزنم الان من یه دونه پاورقی هم طراحی کردم که به این سایتم اضافه خواهد شد. خب باز اینجا یک کنترل 5 میگیرم. حالا امکان داره بار اول نمایش نده، 2 بار این کارو میکنم این میشینه. الان دقت کنید این پاورقی منه، این بالا هدر منه، این وسط صفحه اصلی من مطالبشه که هیچی نذاشتم. من تا زمانی که نظرم به من نمایش میده این حالتی خواهد بود. خب میریم صفحه اصلیمون رو طراحی کنیم. میریم توی برگه ها، همه برگه ها رو باز میکنیم. خب میگیم صفحه اصلیمو میخوام ویرایش کنم. با چی میخوام ویرایش کنم بچه‌ها؟ با المنتور. میزنم ویرایش با المنتور. خب بچه‌ها الان اومدیم توی ویرایش صفحه اصلی. اینجا یه سری خب همونجوری که میبینید مثلا صفحه اصلی من شامل هدر و فوتره. بعد یه سری تنظیمات مربوط به صفحه رو میتونم اینجا
انجام بدم. عنوان صفحه‌مه که هیچ وقت کاری بهش ندارم، تصویر شاخصم نمیخوام بهش قرار بدم. مخفی سازی عنوان، این میخوام کلمه صفحه اصلیش دیگه اینجا دیده نشه. اولین قدمم میخواد، میگم مخفی سازی. نگاه کنید اینجا اگر دقت کنید، من الان وقتی صفحه اصلی سایتمو یعنی سایتمو باز میکنم این کلمه صفحه اصلی دیده میشه. خب چهره خوشایندی نداره. من اینجا اینا رو عوض کنم. این وقتی میام تو این حالت کاری که باید بکنم بگم اینو مخفی سازی کن. ببینید از اینجا رفت. اگر اینو انتشار حالا بزنم من، این انتشارش تموم بشه این پرشه، خب الان من اگه اینجا بیام اون کلمه صفحه اصلی هم از اینجا خواهد رفت. خب الان چسبیدن دوتا به هم. خب هدر فوتر که باید پایین باشه. چرا چسبیده به هدره؟ برای اینکه ما چیزی نداریم بین اینا قرار بدیم. برای اینکه این اتفاق بیفته کاری که من میکنم اینه که میام اینجا اول یه کانتینر درست میکنم. من میخوام 3 ستونه درست کنم. 3 ستونه اینو انتخاب میکنم. حالا که این کارو کردم تازه اینم میگم باز حالت تمام عرض باشه، کل صفحه رو بگیره. بعد میام میگم که مثلا کانتینر سمت راستیه 15% باشه یا 20% باشه، کانتینر سمت چپم 20% باشه، کانتینر وسطم دیگه حدوداً حداقل 60% و دیگه باید باشه. این اتفاقیه که میفته. بعد میام برای این کانتینر سمت راستی یه پس زمینه قرار میدم برای اینکه معلوم شه که من دارم چی کار میکنم. خب بعد اینکه پس زمینه قرار دادم میام میگم حاشیه میخوام 25% برای من گرد شه یا کمتر، حتی 15% برای من دورش گرد بشه. حتی بخوام میتونم سایه هم بهش بدم. ببین نگاه کن، من این تنظیمات رو برای این انجام دادم. کپی میزنم، میام روی کانتینر آخر اینجا روی این اگر من بزنم چسباندن استایل، تنظیمات این به این منتقل میشه. ولی اگه بزنم رو وسطیه رو کوچیک میکنه، چون اندازه اینا با هم یکی بود. تنظیمات اعمال کردیم به هم نریختن، ولی روی این بزنم اینو به هم میریزه. خب پس برای وسطی دستی میام این کارو میکنم. میگم این وسطی کانتینر وسطی منه، میام اینجا استایل میدم بهش. به این استایل ما همون سفید میذارم بمونه اصلا، یا یه زرد. من یه رنگی میزنم که شما بفهمید و الا اینجوری نیست. باید شما از یه طیف رنگی مشخص استفاده کنید. به اینم همینطور میام میگم بهش یه حاشیه داشته باشه. حاشیه‌شو میدم 15%. بعد به عناصر کانتینرم میگم بینشون فاصله باشه. فاصله بین عناصر کانتینر اینجا 0، میگم 10 تا فاصله بینشون باشه. اینجوری ببین الان باشه. با این کار من بین اینا فاصله ایجاد کردم. خب تا همینجا با هم ببینیم. برای اینکه یه پیشنمایشم بتونم ببینم، از این پیشنمایش تغییراتم میتونم استفاده کنم. نیازی نداره هی دم به دقیقه برم تو صفحه سایتم. ببین الان خط شد. چرا؟ چون هیچ محتوایی نداره و چون محتوایی نداره خب به عنوان یه سطر تلقی میشه. حالا میام تو کانتینر راستم یه عکس قرار میدم. فعلا این اسلاید باره بچه، این اسلایدر نیست، حواستون باشه. نه این اسلایدر نه این اسلایدر. به اینا میگن اسلاید بار. لفت رایت، رایت میشه سمت راست، لفت میشه سمت چپ. من برای اینکه فعلا معلوم شه یه عکسی قرار میدم که شما بدونید. یه عکس میذارم اینجا. خب عکسمو میرم انتخاب میکنم. خب یه عکسی انتخاب کنم که فرض میگیرم این عکس رو میذارم. این عکس رو میذارم در این نقطه، یا نه میام این ماشینه رو میذارم. خب این رو انتخاب میکنم. این الان جا نگهدار شد. یعنی من در اصل از این استفاده کردم برای اینکه اینجا رو جاشو نگه دارم. میتونم هم ابعادش رو باز بزرگتر هم بکنمش، مثلا به این اندازه باشه. بعد عکسم هم میتونم دورش رو دوباره بیام یه مقدار گردش کنم. عکس رو میتونم از اینجا انحنا بدم، مثلا 15 تا عکسم به این صورت بشه. یه سایه هم پشتش بدم.
حالا همین تصویر رو کپی میکنم میذارم توی این کانتینرم، یه دونم اینجا قرار دادم. خب حالا میمونه کانتینر وسطم، میخوام این کانتینر وسط رو انجام بدم. برای کانتینر وسط میخوام یه دونه کارت اینجا یه جا داشته باشم برای تبلیغات، یه سری عکس ورق بخوره. پس میام از چه المانی استفاده میکنم؟ از المان اسلایدر. میام اینجا می نویسم اسلاید. خب اسلایدر اینو میارم میندازم اینجا. خب ترتیب این کانتینر حواستون باشه بالا به پایینه، یعنی من باید بیام این به صورت بالا به پایین انتخابش کنم. بعد زیرش میخوام حالا یه چیزای دیگه هم داشته باشم. میام کاری که میکنم الان تو تنظیمات این اسلایدرم میگم که عنوان اول اسلایدر میخوام فقط عکس ورق بخوره، میام رو عنوان اول اسلایدر میزنم، محتواشو میزنم، میگم که نمیخوام این نوشته ها و دکمه و اینها و اینا اسم باشه روش. اصلا میتونم قبل از اون حالا بذار عکس رو قرار بدم تا متوجه شیم من منظورم چیه. میام عکس این پلنگه رو میذارم اینجا. خب الان عکس پلنگه رو گذاشتم تو اسلاید 1 اینجا. بعد دوباره حالا میام توی اسلایدرم هم همین حالت، میام دوباره میگم گوشه هاشو میخوام برام گرد کنی. اینم اسلایدرم میخوام گوشه هاشو برام گرد کنه. میام تو پیشرفته. خب بریم اینجا حاشیه. اینجا میگم برای من مثلا 25 تا گردش کن. البته معلوم هم نیست، مال شاهین هم توجه داشته باشید دقیقا. حالا ما کاری به این نداریم فعلا، اصلا این مسئله ما نیست، دیلیتش میکنیم. خب میگم فقط سایه بهش بده. خب این بمونه. بعد میرم توی ببینید عنوان اول سایت کلیک کنید. من میخوام این نوشته هاشم بره. بیایم تو حالت محتوا، میام تو عنوان اول سایت محتوا، میگم عنوان این کلمه رو ور میدارم، دکمه کلیک کنیدش هم ور میدارم، همونجوری دیدیم پاک شد. میام تو عکس بعدی، این برای مورد 1 شد. برای مورد 2 هم همین حالت، میام محتواشو پاک میکنم، نوشتهشو پاک میکنم، کلیک کنیدش هم ور میدارم، پس زمینه یه دونه عکس دیگه میذارم. این سری عکس اون اسبه رو میذاریم. خب یا مثلا این تبلیغات رو میندازیم وسطش چون محل تبلیغات دیگه. خب حالا میریم برای سومی. حالا میتونید کم و زیاد کنی، اصلا میتونید 2 تا داشته باشی، این سومیه رو پاکش کنی، میتونید نه یه مورد اضافه کنی 4 تاش کنی 5 تاش کنی 2 تاش کنی، دیگه اون دست خودتونه که چند تاش باشه، چند تا اینجا قرار بدی. حالا 3 تا قرار میدیم که یه قشنگی خاصی داشته باشه. خب میایم اینجا. خب اینم از این. خب تا اینجا طراحیمون رو یه انتشار بدیم. ببین وقتی شما حالت پیشنمایش رو یک بار باز کرده باشی، طراحی که تموم میشه بعد تازه انتشار رو میزنی این قسمت پر میشه، خودش اینجا نگاه کن اینجا رو فعال میکنه، یعنی حالت پیشنمایش رو برای شما فعال میکنه و نمایش میده. این الان شده از سایت ما تقریبا تا اینجا. حالا کاری که باید بکنیم، باید زیر این تبلیغاتمون ما کاری که اولا میتونیم اندازه تبلیغاتمون رو بزرگ کوچیک کنیم، بیایم بگیم که استایل، خب ارزش که همونه، بیایم ارتفاع این رو اسلایدرمون رو میتونیم تنظیم کنیم، بگیم ارتفاعش بشه مثلا اینقدر، هولوش 240 تا بشه. خب بعد حالا کاری یا مثلا حتی 200 تا بشه باریک. ولی خب حالا این عکسی که الان نمایش داده میشه اینجا، چون ارتفاعش 200، اتفاقی که میفته یه بخشی از عکس امکان داره دیده نشه. اگر بخواید مثلا تو سایت خوب دیده شه، باید از عکس‌های استفاده کنید که ارتفاعشون 200 پیکسله. به اینم توجه داشته باشید. خب کار بعدی که من باید بکنم، حالا باید زیر این
یه آیتم حلقه بندازم، یه کاروسل حلقه بندازم که کار این آیتم یا کاروسل حلقه اینه که محتواهایی رو که من می نویسم نوشته هامو اینجا نمایش بده. تا همینجا فیلممون کفایت میکنه، اون رو میریم تو فیلم بعدی انجام میدیم.